من شهریار اسحاریانفر هستم، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری. هیچ ارتباطی کارم رشته‌ام یعنی با کاری که سالیان ساله دارم انجام میدم نداره و تمامی افرادی هم که الان حالا بین ما باشون داریم کار میکنیم اونها هم به همین شکل، یکی حسابداره، یکی که وارد صنعت گیم شدن. ولی بازی که ما داریم تحت عنوان آمیرزا، فکر کنم حالا پدر بزرگ و مادر بزرگ خیلی بیشتر بشناسن. پنجمین اپ پر دانلود ایرانه، یعنی بعد از همراه اول و آپارات و اینها بیشترین میزان دانلود تو ایران داره با تقریبا 25 میلیون دانلود. قبل از این هم سال 83 کارم رو شروع کردم با اولین بازی کامپیوتری ایران تحت عنوان پایان معصومیت. سال 1383 منتشر شد. بازی بعدی شمشیر نادر، بازی بعدی لطفعلی خان زن، بازی بعدی شبگرد تا 1390 که بازی باقلوا رو ساختیم. بازی باقلوا کسی نیست که بدون بازی رشد کرده باشه، بزرگ شده باشه. بزرگترین، حالا من دوستانی که روانشناس هستم اطلاع دارن، بازی مهمترین المان دوران کودکی و بدون بازی کردن شما از بین میری و تمام مهارت اجتماعی که داری رو فرا نمیگیری. بزرگترین قاتلای زنجیری دنیا هم بازی نکردن، در دوران بچگی از بازی کردن منع شدن و نتونستن بازی کنن. به عنوان مثلا جفری دامر که اگه ببینید کانیبالیست بوده و آدم میخورده. این پدرش از بازی کردن بازی رو بد میدونسته که مثلا باش چوب بازی کنه و این همیشه براش یه عقده بزرگی بود. همه ما به نوعی با تو طول روز داریم بازی میکنیم. شاید زندگی هم یه جور بازی باشه که از اون بالا داره هدایت میشه یه سری چیزایی. یه مدیر چقدر بازی میکنه به نظرت؟ من روزانه تقریبا 12 ساعت کار میکنم، 10 ساعت، 10 تا 12 ساعت. 5 ساعتش به بازی کردن سپری میشه. شهریار، اون قسمتی که حالا همیشه شاید با هم دیگه راجع بهش صحبت می‌کردیم یا سرکله می‌زدیم، اون مدیریت کردن است. اون روزی که می‌خواستی مثلا آمیرزا رو راه بندازی یا قبلش، افق دیدت کجا بود؟ کجا رو می‌دیدی که نمی‌دونم آدما بخوام مثلا تا ته تهران مثلا بازی رو نصب کنن، تا روستای، تا اونجایی که طرف حس کنه در واقع مغازه رو میتونه برندت کنه در واقع با آمیرزا. میخوام افق رو کجا میدیدی؟ هیچ افقی نداشتم واقعیتش. و حالا جالبه این که میگن 5 سال دیگه خودتو کجا میبینی. یکی از اشتباه ترین سوالاتی که یه نفر میتونه از یه نفر دیگه بپرسه توی مصاحبه. یکی از مفاخر مثلا پزشکی هلند بود، ازش این سوالو پرسیدن و خیلی ناراحت شد خودش و گفتش که من یه سال دیگه از شما میپرسم، فردای خودتو کجا میبینی؟ یعنی اگر میخوای کاری بکنی فردا برنامه‌ت برای فردا چیه؟ و اون مصاحبه کننده ازش پرسید خب مثلا بعد فردا خب زنده ایم دیگه، مثلا خب دقیقاً همینه دیگه. اگر شما تونستی برای فردا مثلا 3 تا پلن ارائه بدی، این میتونی که یه هلند شده بر مبنای همین هلند. خودت به برنامه‌ریزی چقدر اعتقاد داری؟ ببین اجرا نه، برنامه ریزی کلا تقریبا هم میشه گفت هم درسته هم غلطه عبارتش، چون بزرگترین برنامه‌ریزای دنیا هم نتونستن برنامه‌ریزی درستی بکنن روی کاری که میخوان انجام بدن، چون برنامه‌ریزی نیازمند چند تا فاکتور. اولیش زمانه، یعنی تا ابد که نمیتونی مثلا یه کاری تا ابد انجام بدی. دومش پوله. در نتیجه این به میزان افرادی که میخوان روی محصولی کار بکنن متفاوته. پس برنامه‌ریزی میتونه بسته به شخص متفاوت، بیزینس به بیزینس فرق داره. و بزرگترین چالشی که احتمالاً میتونی بگی. ببین همیشه مثلا در مورد چالش‌ها که صحبت میکنن اینه که نیروی انسانی، نمیدونم پول، سرمایه، نمیدونم اینجور چیزا مطرح میشه که به نظر من همش غلطه. یعنی هیچ کدومش خیلی درست نیست. این چالش‌های زیربناییه. شما اگه مثلا هرم مازلو رو نگاه کنید، در طبقه‌های آخر شکوفایی، در کفش هم نیازهای خیلی بیسیکه. ولی بیزینس هم دقیقاً همچین حالتی داره. یعنی من و شما
اینتگریتی نداریم، یعنی به آموزش داده نشدیم، به خاطر اینکه از ابتدایی ما رو جدا کردن، با خانم‌ها جدا کردن، خودمون از خودمون جدا کردن، ما خودمون از خانواده جدا کردن، خانواده ما رو از یک گروه دیگه جدا کرده. اینتگریتی هم یعنی اینکه من بفهمم که در کجا هستم و ارتباطم با دیگران به چه شکلیه. بیسیک ارتباط صحبت کردن بین همدیگرمون متأسفانه بلد نیستیم توی محیط کاری و همه چیز رو شخصی می‌بینیم. یعنی نمیتونیم بفهمیم که این کاراکتری که من الان دارم ازش به عنوان مثال از این کاریش ایراد میگیرم، این کاراکتره ایراد که نداره، که این کار است که ایراد داره. این که میگی بلد نیستیم، کجا قرار به ما یاد بدن حالت ایدال و حالا الان که یاد دادن کجا میتونیم یاد بگیریم؟ ببینید یعنی الان مثلا میخوام بدونم که چه کسی بیاد تو آمیرزا و بخواد استخدام بشه، بگید این احتمالاً این چالشه رو نداره. مثلا تو بحث استخدامی فکر نمی‌کنم بشه 2-3 دقیقه ما کارمون بیشتر طول بکشه. یعنی کامل متوجه میشم که این فرد میتونه اینتگریت بشه با سیستم، نمیتونه اینتگریت بشه. این بحثیه 2-3 دقیقه چرا صفحه داغ میذارید تحمل میکنی تو 2-3 دقیقه؟ آره کامل متوجه میشی که در اعماق ذهنش تقریبا میتونه چی بگذره. یعنی به خاطر اینکه شما مسابقه زیادی که انجام بدی متوجه میشی از یه جایی به بعد میتونه با تیم کار بکنه یا با بقیه کار بکنه یا نمیتونه، یا دچار تعارضه. یا اخیراً هم خیلی شاید دیده باشین، اینم به عنوان یک رد فلگ میشناسن که هر جا که دیدی بهت گفت ما عین یه خانواده ایم، شما فرار رو برقرار ترجیح بده. آیا به نظر شما اصلا این عبارت درسته یا غلط؟ این جمله به نظرم اشتباهه، چون اون چیزی که تو ذهن خیلی از شرکت‌ها جا افتاده از این جمله، منظور اون صمیمیت یا کیر کردن است که در واقع از نیرو اتفاق میافته. ولی چیزی که الان در واقع مثل غلط مصطلحه. آره ما قطعا میدونیم شرکت خانواده نیست. تو احتمال داره با یه در واقع مثلا چند وقت بعد اگه یه اشتباه بزرگی کنی، تهش اینه که حالا ما میگیم در واقع اول آخر برمیگرده میاد تو خانواده. ولی تو شرکت اینجوری نیست واقعیت. تو یه بار اشتباه کنی اخطار میگیری، 2 بار اشتباه کنی میگن خب مثلا چه بار سوم ببخشید مثلا میلیاردی ضرر بزنی که نمیگن اشکال نداره. مثلا چرا مثلا کمپانی بزرگی مثل ولو میگه بیار از فامیلی، یعنی اون نمیدونه؟ ببین آخه بستگی داره، خانواده واسه هر کسی یه چیز تعریف میشه. الان مثلا چه میدونم به یه کسی بگی خانواده، الان نمونه بارز تو توییتر که مثلا بحثش هم میشه، خیلی‌ها میگن نه پدر و مادر ایرانی بد، خیلی‌ها میگن خوب. تجربه زیسته آدم‌ها متفاوته، ولی به نظرم این گفتن خانواده اون قسمت در واقع چی میگن شاید پشت هم بودنش رو میتونم متوجه بشم، ولی با شاخص بیزنسی نه ذره شبیه خانواده نیستیم. ولی میخوام بگم بدترین اتفاق همینه، یعنی اصلا همین که به نظرم تو یه جاهایی مثل حتی سوشال مدیا، حتی کلاب هاوس و اینا هم خیلی جای خوبی واسه حل کردن یا بحث کردن نیست. الان واقعی بخوایم ببینیم تو مدارس ما سرفصلایی که دارن آموزش میدن هیچ جایش نیست. درست. و بعدش هم تو دانشگاه که یعنی میخوام بگم رقابت یه نفره رو تو مدرسه داریم یاد میگیریم، تو دانشگاه داریم رقابت یه نفره میکنیم، پسرا برن سربازی باز رقابت یه نفره است. اولین سوالی که میاد بعد از استخدام چقدر مهارت کار تیمی داری؟ خب من کجا یاد گرفتم مثلا کار تیمیو؟ همیشه یاد گرفتم فقط گلیم خودم بکشم بیرون. آره دیگه این مفهومیه که خیلی مهمه و من فکر میکنم که اگر قرار با آموزش باشه، اون آموزشه از جلسات درمانی میاد واقعیتش. این مفهوم خیلی مفهوم سنگینه، یعنی بزرگترین شاهان ایران هم نمیتونستن به صورت جمعی کار بکنن یا با هم دیگه کار بکنن. میگفتم مثلا نادرشاه اون پلنگ پوشخان جلایر یکی از بزرگترین وزیراش بره گفت اصلا تو حالیت نیست، خودت هم میزنم مثلا میکشم. فکر می‌کنی مدل داره جواب میده به صورت تکروی؟ مدل تا یک جایی جواب میده، زمانی که من و شما فکر میکنیم که با دیکتاتوری میتونیم به همه چیز رو نتیجه بدیم. یعنی من شما اگر در درون هممون یک دیکتاتوری نهفته است دیگه و بسته به موقعیتش بلند میشه، بیدار میشه و اگر تو اون جایگاه باشیم پوست همه رو میکنیم. یعنی اگه من فکر میکنم مثلا برخی از ما خاصه خودم جایگاه مثلا اپل رو داشتیم، رحم نمیکردیم به مردم. جاهایی هم هستن که بدون اینکه زیرو کنترل یا زیرو بوروکراسی ان که نتفلیکس یکی از اونهاست. من فکر می‌کنم این هم یه جور دو تا سطح داره. یکی اینکه توی سازمان افراد فکر میکنن که آزادن
یکی که واقعا آزادم هستن که تو نتفلیکس گزینه فکر میکنن آزادن ولی در واقع آزاد نیستنه. زیرو بوروکراسی اونجا کاربرد داره و تونستن افرادی رو به بیرون هدایت کنن، مدیرانی رو به بیرون هدایت کنن که اولا عقده‌های شخصیشون رو در محل کار سر افراد بدبخت دیگه خالی نکنن و دو اینکه بتونن دانششون رو منتقل بکنن به افراد بعدی که مهمترین گزینه هم همین. شما اگه چیزی بلد باشین چیزی نمیذاریم، اگه من یوتیوب ایرانی نگاه کنین که خالیه، خشکه، چیزی بخوای آموزش بدن واقعا کمه. در نتیجه یه فرهنگ شرقی هم اینجا هست که شرقی‌ها دوست ندارن فرهنگشون رو با بقیه اون چیزی که میدونن رو به بقیه اشتراک بذارن. من یه چند تا سوال می‌خواستم بپرسم، گفتم اگه بچه‌ها سوال دارن. یه مورد دیگه هم بگم که مثلا به طرف میگم که خب این کار چون یه هندبوک که به نظرم هر کسی باید این هندبوک رو یه بار نگاه کنه حداقل. هندبوکیه که شرکت ولو اینو منتشر کرده. این با این مشکل خیلی چالش عظیمی روبرو شده بوده. اومده چیکار کرده؟ گفته آقا من یه کتاب منتشر میکنم، هر کی اومد شرکت میگم که آقا 10 روز اینو بخون بعدم بیا تو شرکت ما، 10 روز من یه کویز جزئی هم ازت میگیرم. مهمترین بخشش اینه که میگم آقا ما تو این شرکت و این چیزی که به نظر من از همه مهمتر، هر کسی با تو خودش پرورش بده اینو، چه خارج میخواد کار کنه چه ایران میخواد کار کنه، اینکه شما به عنوان مثلا مارکتینگ اومدید، گاهی نیاز میشه که شما مارکتینگ نباشی، مثلا کار دیگری هم اگر بود بتونی انجام بدی. میگه ما یه سری ماسکایی داریم، آقا ماسک مثلا اینجا انیماتوره، اینجا آرتیست دوبودیه، اینجا کارهای دیگه است. میگه ماسکا رو مجبور میشه در طول کاری که ما باهات میکنیم ماسکا رو برداری بزنی و اینو مفهوم پرسونا رو مطرح میکنه. میگه که الزاما اون نیست که اون کاری که هر روز بهت میگم لازم نباید انجام بدی، یه موقعی لازم میشه کارهای دیگر هم انجام بدی و چون باید تخصص جنرالیستی باشه و کلا برحذر میداره از افرادی که صرفاً بردن یه کار انجام بدن. شما میگه من فقط مارکتینگ میکنم و فقط کمپین میبندم، همونجا شما میری کنار. و در تمام شرکت‌های بزرگ دنیا طبق چیزی من متوجه شدم جنرالیست بودن الان مطرحه دیگه، یعنی که شما بتونید چند تا کار رو، اون پرسوناها رو، اون نقاب‌ها رو به چهره بزنید و کارهای دیگه هم بکنید. ببین من خیلی اینم محل مناقشه است در. آره ولی جنرالیست بودن داری میگی الان نیاز هست که آدم‌ها اینو بدونن، ولی من فکر می‌کنم یه جایی باید عمق بگیره اون که تو بتونی موفق باشی. من نمیدونم آدم جنرالیست. آره ببین این باز با همون چیزی که صفر مثبت منفی، خب یا جنرالیست باشم یا نباش. من فکر می‌کنم واسه این که تو بخوای اصطلاحاً همون هرم مازلو تو شکوفا بشه، تا یه حداقل جنرالیست بودنی رو نیاز داره بدونی. درسته. ولی فکر نمی‌کنم یه جنرالیست بتونه موفق بشه. در شرکت‌های خیلی خوب خیلی از جنرالیست‌ها موفقن. بله. شاید لزوما مثلا یو آی طرف یو آی کار میکنه، همون رو برمی‌داره. الان مثلا تو گیم ما یه زمان فکر نمی‌کردیم گیم پلی دیزاینر باید برنامه‌نویسی بلد باشه. خب تا اینکه مثلا با یکی از نورولوژیست‌های یوبیسافت، نورولوژیست داره. خب صحبت کردیم، میگه در کمپانی یوبیسافت الان شما یک یو آی دیزاینر خالی قبول نمی‌کنید. باید برنامه‌نویس هم بلد باشه که همونجا که بهت گفتم بری پروتوتایپش هم بزنی. میشه جنرالیست بودن دیگه، اینکه من فقط صرفا آقا من فقط لزوما شاید جنرالیست نباشه، طرف ببین اقتضای اون شغل همون جوری که شاید مثلا برنامه‌نویسا یه زمانی حالا چه می‌دونم هر کس دیگه کار می‌کرد، بعد از یه جایی گفتم آقا دیگه این پوش‌ها رو مثلا بایگانی نکن، آنلاین تو این دامنه وارد کن، مجبور شده با اینترنت کار بکنه، مجبور شده یاد بگیره فیلتر شکن چیه. یعنی می‌خوام بگم یه قسمتی از اون جنرالیست بودن هم شاید اقتضای اون شغله، داره با تکنولوژی و خودش اداپت میکنه میره جلو. با هم بحثم تکنولوژیه دیگه. درسته. آره. در نتیجه تو دنیای تکنولوژی جنرالیست بودن خیلی مهمه. و تو خودت رو جنرالیست میدونی؟ من 100%. مرسی.